سلام. توی این ویدیو میخوام براتون درباره یکی از معروفترین کتاب‌های مالی دنیا صحبت کنم. پدر پولدار، پدر بی پول، نوشته رابرت کیوساکی. این کتاب داستان واقعی زندگی نویسنده است که 2 پدر داشته. یکی پدر واقعی خودش که تحصیل کرده و کارمند بود و دیگری پدر یکی از دوستاش که کارآفرین موفقی بود و بهش یاد داد چطور مثل یک فرد ثروتمند فکر بکنه. پدر بی پولش همون پدر واقعی خودش بود. همیشه میگفت درس بخون، نمره خوب بگیر، برو شغل ثابت پیدا کن. اما پدر پولدارش میگفت اگه میخوای پولدار بشی باید یاد بگیری پول چطور کار میکنه، نه اینکه فقط برای پول کار بکنی. رابرت توی این کتاب سعی کرده به ما یاد بده که تفکر مالی درست از خود پول مهمتره. اینکه ما توی مدرسه چیز زیادی درباره پول یاد نمیگیریم باعث میشه وقتی وارد دنیای واقعی میشیم ندونیم چطور پولمون رو مدیریت کنیم. یکی از نکات مهمی که توی کتاب گفته میشه تفاوت بین دارایی و بدهیه. دارایی چیزیه که پول میسازه، مثل یک خونه که اجاره میدی یا یک کسب و کار. ولی بدهی چیزیه که پول تو میبره، مثل خونه‌ای که وام سنگینی داره و فقط هزینه است. پدر پولدار به رابرت یاد داد همیشه دنبال این باشه که دارایی‌هاش رو زیاد کنه، نه هزینه‌هاش رو. رابرت تاکید میکنه که شغل خوب داشتن کافیه؟ نه. باید بتونی بخشی از درآمدت رو پس انداز کنی، سرمایه گذاری کنی و مهمتر از همه یاد بگیری چطور پول سازی بکنی. یکی دیگه از مفاهیم مهم کتاب اینه که بیشتر مردم توی چرخه ترس و طمع گیر کردن. یعنی از ترس بیپولی کار میکنن، بعد طمع باعث میشه بیشتر خرج کنن و آخرش باز بیپول میشن. برای فرار از این چرخه باید آگاهانه تصمیم بگیری و بدونی که ثروت با نوع نگاه ما به پول شروع میشه. در نهایت پدر پولدار به رابرت یاد داد که آموزش مالی از مدرسه مهمتره. یاد بگیر، تجربه کن، شکست بخور و از شکستات درس بگیر. اینجوریه که میتونی کم کم استقلال مالی پیدا بکنی و به آزادی مالی برسی. امیدوارم این خلاصه براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید درباره کتاب‌های دیگه هم ویدیو درست کنم، حتما برام کامنت بذارید.